فصل ششم، استراتژی های رشد و یادگیری. خیلی‌ها یادگیری رو مثل شلیک تیر تو تاریکی می‌بینن. امیدوارن یکی از مهارت‌ها به درد بخوره، اما یادگیرندهای استراتژیک میدونن که خود یادگیری یه مهارته و قدرتمندترین مهارتیه که میتونی بهش مسلط بشی. مغزت فقط یک ظرف برای ذخیره اطلاعات نیست، بیشتر شبیه یه شبکه است که هر چیز تازه‌ای که یاد میگیری به همه چیزایی که قبلا میدونی وصل میشه. وقتی یادگیریت استراتژیک باشه، این اتصال‌ها رشد انفجاری ایجاد میکنن. راز کار چیزی به اسم انتقال یادگیریه. یعنی وقتی یک چیز رو عمیق یاد میگیری، در واقع داری چندین چیز دیگر رو همزمان یاد میگیری. یاد گرفتن شطرنج قدرت تفکر استراتژیکت رو بالا میبره. یاد گرفتن موسیقی توانایی تشخیص الگوها رو تقویت میکنه. یاد گرفتن یک زبان جدید کل مغزت رو دوباره سیمکشی میکنه. حالا چطوری اینو به نفع خودت استفاده کنی؟ به جای دنبال کردن مهارت‌های پراکنده، برو سراغ چیزی که من بهش میگم فرامهارت‌ها. مهارت‌هایی که توانایی یادگیری همه مهارت‌های دیگر رو بهتر میکنن، مثل تشخیص الگو، مدل‌های ذهنی و تفکر سیستماتیک. اینا فقط به توانایی‌هات اضافه نمی‌کنن، بلکه چند برابرشون میکنن. اما نکته اصلی اینجاست: رشد خطی نیست، نماییه. هر مهارت تازه‌ای که یاد میگیری، یاد گرفتن مهارت بعدی رو آسان‌تر میکنه. هر الگویی که میشناسی کمک میکنه الگوهای جدید رو سریع‌تر ببینی. این یه چرخه خود تقویت شونده از پیشرفت دائمیه. منظور این مسیر همه چیز دون شدن نیست، بلکه تبدیل شدن به کسی که میتونه هر چیزی رو هر زمان و هر جا یاد بگیره. چون تو دنیایی که هر روز سریع‌تر تغییر میکنه، بزرگترین مزیت استراتژیک تو این نیست که چی میدونی، بلکه اینه که چقدر سریع میتونی یاد بگیری. فصل هفتم، استراتژی رابطه و شبکه. رابطه ها فقط بخشای از زندگی نیستن، اونا ضرب کننده همه چیز تو زندگی هن. موفق ترین آدما یه نکته حیاتی رو میدونن. هیچ کس به تنهایی موفق نمیشه، اما نکته اینجاست که اونا هر رابطه‌ای رو نمیسازن، بلکه ارتباط‌های استراتژیک میسازن. شبکت رو مثل یه باغ تصور کن. هر رابطه برای رشد به محیط مناسب خودش نیاز داره. بعضی رابطه ها به توجه روزانه احتیاج دارن، بعضی دیگه با یه ارتباط عمیق و گاه به گاه شکوفا میشن. رمز کار این نیست که همه رو یکی ببینی، بلکه اینه که طبیعت منحصر به فرد هر رابطه رو درک کنی. قدرت اصلی اینجاست: هر آدمی توی شبکه خودش یه شبکه داره. هر مهارتی که داره میتونه مهارت‌های تو رو تکمیل کنه. هر دیدگاهی که میاره میتونه افکار تو رو گسترش بده. اما جادوی واقعی وقتی اتفاق میفته که آدما رو به هم وصل میکنی. اون وقتی که شبکت خودش شروع میکنه به رشد کردن. رویکرد استراتژیک ساده اما عمیقه. اول روی ارزش دادن تمرکز کن. به کسی تبدیل شو که وصل میکنه، کمک میکنه و به اشتراک میذاره. وقتی مدام برای دیگرا ارزش خلق میکنی، فرصت‌ها خود به خود به سمتت میان. اما چیزی که خیلی‌ها نمیبینن اینه: شبکه‌های قوی روی معامله ساخته نمیشن، روی تحول بنا میشن. فقط نپرس دیگران چه کاری میتونن برای تو بکنن، بپرس چطور میتونی به رشدشون کمک کنی و همراه با اونا رشد کنی. شبکت فقط یه لیست از مخاطبات نیست، یه اکوسیستم زنده است از فرصت‌ها، بینش‌ها و حمایت. وقتی استراتژیک بسازیش، بیشتر از مجموعه اجزاش میشه. تبدیل میشه به یک ضرب کننده نیرو برای هر چیزی که میخوای به دست بیاری. فصل هشتم، استراتژی شغل و کار. منتظر ارتقا موندن اسمش استراتژی نیست، بیشتر شبیه نسخه‌ای برای ناامیدیه. برنامه‌ریزی شغلی استراتژیک کاملا متفاوت عمل میکنه. تصور کن شغلت مثل یک بازی شطرنج باشه. بیشتر آدما فقط یه حرکت جلوتر رو میبینن. شغل بعدی، ارتقای بعدی. اما بازیکنان استراتژیک الگوها و موقعیت‌ها رو میبینن. شرایطی میسازن که چندین نتیجه خوب همزمان ممکن بشه. قدرت استراتژی شغلی اینجاست: هر مهارتی که یاد میگیری، هر رابطه‌ای که میسازی، هر پروژه‌ای که کامل میکنی فقط یه دستاورد نیست، یه داراییه که به کار خودش ادامه میده. هدف تو فقط انجام کار خوب نیست، باید خودت رو در موقعیتی قرار بدی که کار خوبت بازدهی چند برابری ایجاد کنه. کلید ماجرا ساختن چیزیه که من اسمش رو خاکریز شغلی میذارم. ترکیبی از مهارت‌ها، روابط و اعتبار شخصی که باعث میشه نه فقط ارزشمند، بلکه غیر قابل جایگزین بشی. وقتی چنین خاکریزی داری، فرصت‌ها خودشون به سمتت میان.
دیگه رقابت نمی‌کنی، انتخاب می‌کنی. اما چیزی که این مسیر رو از خوب به فوق‌العاده تبدیل می‌کنه اینه: شغلت یه نردبون نیست، یه سکوی پرتابه. هر موقعیت باید 3 چیز بهت بده: مهارت‌هایی که روی اونها بسازی، روابطی که باهاشون رشد کنی و فرصت‌هایی برای ایجاد اثر قابل مشاهده. این مسیر ربطی به سیاست‌های اداری نداره. موضوع اینه که اونقدر خوب بشی که نتونن نادیدت بگیرن و اونقدر استراتژیک عمل کنی که نتونن جایگزینت کنن. وقتی شغلت رو استراتژیک میسازی، موفقیت دیگه به شانس یا زمان وابسته نیست. نتیجه طبیعی موقعیت و توانایی‌های تو خواهد بود.